ببخشید اسمش چیه؟ تو رو سنن عزیزم. هم ببخشید موهاشم میریزه؟ موهای تو نمیریزه بونجون. ببخشید عمرش چقدره؟ شده هرچی از تو بیشتر عمر کنه. رو فرشم میشاشه؟ یه 2-3 باری تو دهن اینایی که این سوالو پرسیدن شاشیده خورده. خونه تو بو نمیده؟ نه اندازه هیکلتو نه. چقدر هزینه نگهداریشه؟ به خودمون مربوطه. گاز نمیگیره؟ کجا لبنگهی؟ سگ حالا بهتره یا گربه؟ جفتشون فرشته های خدا. مسافرت میرید چی کارش میکنی؟ یا میبریمش یا گوه خورش بکنم. این حرفتم میفهمه؟ به خدا آدم ها بیشتر میفهمه. تو خونه رو تختم میاد. این نیادم خودم میبرمش. حیوانو چرا عقیم کردی؟ چرا زبون بسته رو عقیم نمی کنی؟ کاش پدر مادرت عقیم میشدن تو به دنیا نمیومدی. راسته میگم موهاش بره تو گلوت سرطان میگیری؟ حالا ما که سالمیم. حالا گوه خوریش سرطان نمیاره. شما سرطان نگیرید. حالا این بمیره ناراحت هم میشی؟ چه سوال شر رو بریه. نه پارتی میگیریم خرد کن بین نره هیدروژنی در خالپاقی. این همه حیوان چرا این؟ ببخشید اون موقع من با شما آشنا نشده بودم. ولی جای حیوان تو خونه نیست. پس شما کجا زندگی میکنی؟ این نیاز جنسیشو چجوری برطرف میکنی؟ بیاری بد بکن بیاری گوشم وقته. بیا هرچی به این بدید میخوره. چرا مگه قربونت برم غذا مخصوص داره. کم میفروشیش؟ آدم مگه عزیزشو میفروشه اساسی ها رو میزنه. از کجا میفهم این گرستش میشه؟ از تو چشاش میفهمم. اسکال خب میفهمم دیگه. پدرو مامان دست نزن کثیفه نجسه. کثیف هفت جد آمادته نجس تویی. ببری مادر جان دست نزن بهش کثیفه. عمو جان مادرت کثیفه. مادرت هفت جد آباده. مامان بیا بریم وگرنه میگم آفو بخورته تا. عزیزم مامانت زر میزنه. این آشغال نمیخوره که. بالا این آدم ها با وفاتره. حالا این بیشتر از بقیه نگرانم میشه. های شطور با پانازش نکن ببر. عزیزم آقا به این حیوان غذا نده الکی. بخوریم های ننه لام توی اونجوری فشارش نده. خانم